سلام كمسك الختام. پدر جان، فرضهای طهارت کدام‌هایند؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. پسر جانم، خداوند در قرآن می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی که شما به نمازخوانی شروع می کنید، رویهای خود و دستان خود را تا آرین شویید، سر خود را مسح کشید، پایهای خود را تا بجولک شویید. سوره مائده آیت 6. فرزندم، از مضمون این آیت به ما معلوم گشت که فرضهای طهارت عبارت از: یکم، شستن روی، یک بار شستن روی از جای سرشوی مویها در پیشانی تا زیر منح و از نرمی گوش راست تا نرمی گوش چپ. دوم، شستن دستان، یک بار شستن دستان تا آرنج. سیوم، مسح سر، یک بار با دستی تر مسح کشیدن چهار سر. چهارم، شستن پایها، یک بار شستن پایها تا بجولک ها. اینها اند فرضهای طهارت. پدر جان، سنت های طهارت کدام هایند؟ فرزندم، سنت های طهارت اینها می باشند: روی به سوی قبله نمودن در وقت طهارت، نیت و گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، شستن دهان و بینی، شستن دندانها با مسواک یا خمیره دندانشویی، مسح گوشها و گردن، شستن عضوهای بدن 3 مراتبه، از طرف راست سر کرده شستن عضوها، رعایت کردن طرز ترتیب شستن. اینها می باشند سنت های طهارت. پدر جان، شکننده های طهارت کدام هایند؟ فرزندم، شکننده های طهارت این هایند: شکستن حاجت طبیعی، یعنی به حاجت خانه رفته قضای حاجت کردن، برآمدن باد، برآمدن خون، ریم و خونابه یعنی زرداب، خنده هنگام نماز که دیگران می شنوند، خواب تکیه زده، بیهوشی، قی با پره دهان، مستی. همه اینها شکننده های طهارت می باشند. این بود درس امروزه. منتظر درس های بعدی باشید. نوا رو به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند. شکرگزاری میکنیم که نوارهای ما را تماشا میکنید. این را فراموش نکنید که دستگیری شما سبب پیشروی کانال است. پس به کانال آبونه شدن را فراموش نکنید. الان زیاده از 80% تماشابینان به کانال آبونه نشده اند. به کانال ما آبونه شوید چون دستگیری شما پیشروی ماست. نیت داریم انشاءالله تا ماه شریف رمضان اعضایان کانال را به 15,000 نفر رسانیم. پس به کانال آبونه شوید و دعا را در حق ما فراموش نکنید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.